بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از ارکان بزرگ اسلام روزه است و الله تعالی وقتی که میخواد ما رو به سمت این رکن بزرگ اسلام دعوت بده، با یک خطابی بسیار زیبا و قشنگ الله تعالی بنده های خودش رو متوجه این حکم میکنه. در ابتدا یک خطاب بسیار عاطفی، زیبا و قشنگ. یا ایها الذین آمنوا. و ایمان یعنی چی؟ ایمان والذین آمنوا اشد حبا لله. ایمان یعنی اشد حبا. ایمان یعنی بالاترین محبت ها، شدیدترین دوستی ها. کسی که ایمان داره گویا شدیدترین محبت رو با الله داره. الله تعالی اهل ایمان رو خطاب میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض گردانیده شده. کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطور که بر امتهای سابقه فرض شده بوده. بله، الله تعالی میخواد به ما بفهمونه که شما امت اگر قرار روزه بگیرید، این یک تکلیف مالایوتا و یک بار سنگین مسئولیتی نیست که امتهای گذشته نکرده باشن. یهودی بنا به همون مکتب و آیین خودش روزه داشته، مسیحی داشته، تمام ادیان سماوی داشته، تمام ملت ابراهیمی روزه داشتن بنا به همون شعائر خودشون، و شما هم برای شما روزه فرض کرده. و در نهایت الله تعالی نتیجه روزه رو میخواد بیان بکنه. چرا روزه میگیریم؟ آیا الله تعالی احتیاج به تشنگی ما داره؟ آیا الله تعالی احتیاج به گرسنگی ما داره؟ چه فایده ای هست؟ لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار بشید. یعنی الله تعالی به ما داره نتیجه و فلسفه و حکمت این عمل رو بیان میکنه تا ما بدونیم روزه گرفتن ما تمرین تقوا هست، تمرین در حقیقت رسیدن به الله هست. ما با روزه در حقیقت داریم تمرین تقوا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی گویا به نفس خودمون میفهمونیم که من بنده تو نیستم، بنده الله، و تو همه امور زندگی خودم تسلیم امر و مشیت او هست. با این طریق دارم ممارست میکنم، دارم تمرین میکنم در میدان تقوا. ببینید در رمضان ما حلال هایی که در 11 ماه حلال بوده، اینها رو داریم ترک میکنیم. خوردن حلال بوده، تو رمضان داریم ترک میکنیم. نوشیدن حلال بوده، تو رمضان ترک میکنیم. همبستری با منکوحه شرعی حلال بوده، تو رمضان داریم ترک میکنیم. حلال ها رو به خاطر امر الله ترک میکنیم. ما تو رمضان این کار رو میکنیم لعلکم تتقون، تا اینکه پرهیزگار بشیم و بعد از رمضان هم بتونیم در امتثال اوامر الله تعالی. همینطور ببینید، همونطور که تو رمضان ما میخواستیم بخوریم، نگاه میکردیم یا الله اجازه میده یا نمیده، میخواستیم بخوریم، نگاه میکردیم بعد زمان رسیده الله اجازه میده یا نمیده. بعد از رمضان هم همین قوه اراده و خویشتن‌داری رو در خودمون تقویت کرده باشیم. و بعد از رمضان هم میخوام بپوشم، الله اجازه میده یا نمیده. میخوام مدل مو بزنم، الله اجازه میده یا نمیده. میخوام بخورم، آیا حلاله یا حرام، الله اجازه میده یا نمیده. میخوام بشنوم، الله اجازه میده یا نمیده. میخوام ببینم، الله اجازه میده یا نمیده. بنده ای درست بشم بعد از رمضان که این قوه اراده و خویشتن‌داری یا همون تقوا رو انقدر در خودم تقویت کرده باشم که در طول سال مطابق با امر الله تعالی و مطابق با خواسته الهی زندگی بکنم. بله، و وقتی انسان به تقوا رسید به دوستی الله میرسه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مکرمترین انسان ها در نزد الله تعالی متقی ها هست. این روح رمضان و این حقیقت روزه هست. ان شاء الله تعالی تمرین کنیم تو این رمضان گناهان رو ترک کنیم، تمرین کنیم که خودمون رو بر طاعت و عبادت الله تعالی عادت بدیم، تمرین کنیم بر تقوا، تمرین کنیم بر این که بر نیکی های خودمون تو رمضان بیفزاییم، تمرین کنیم که گناهان رو در رمضان کم کنیم. تو رمضان لیستی از گناهان تهیه کنیم و یکی یکی اونایی که برای نفس ما آسان تره یکی یکی اینها رو کم کنیم تا انشاءالله تا پایان رمضان بتونیم انشاءالله کل گناهان رو ترک کنیم. تو اتباع سنت
و خواندن ادعیه هایی که از پیامبر، دعاهایی که از پیامبر در جاهای مختلف ثابت هست تمرین کنیم. هر روز یک سنت، هر روز یک دعای مسنون از پیامبر رو یاد بگیریم، هر روز یک گناه رو ترک کنیم، هر روز بر دعا و بر تلاوت بیفزاییم تا انشاءالله تا پایان رمضان که میرسه ما بتونیم به یک پالایش، به یک تزکیه در اون رسیده باشیم و در این کورس اصلاحی و در این مرحله‌ای که الله در رمضان برای ما گذاشته ما بتونیم یک بنده متقی از آب در بیاریم. استغفر الله واتوب الیه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.